فرمان الله رب العالمین این نافذ است، لیکن فرامین الله رب العالمین دو قسم است. یک فرامین تشریعی هست و یک فرامین تکوینی هست. در فرامین تشریعی انسان اختیار داره. الله رب العالمین امر فرموده که نماز شام را بخوانید. انسان اختیار داره که میخوانه یا آزادی داره، باز محاسبه میشه. یک فرامین تکوینی هست. الله رب العالمین خواسته که قد ما امی قدر باشه، شما یک 10 سانتی ده اضافه کرده نمیتونه. الله رب العالمین خواسته که بینی ما به امی شکل باشه که دادا هر قدر که کوشش بکنیم بس تقسیم شده امی هست تاکه هستیم. گوش ما به امی شکل باشه. کافرترین انسان هم در این مورد تسلیم است.